گناه بر تو. خدایا تو را سپاس میگویم، آنچنان خازیانه که در خور حقیقی من است، آنقدر فراوان که سزاوار بزرگی توست. الهی بپذیر، از این کمترین بیش از این بر نمی آید. خداوندا، انتظار دیدار طولانی شده، ما را شایستگی درک حضور آن ستوده عنایت فرما و فاران را به قدوم آن عزیز مزین گردان. عالی جناب. عالی جناب، آنتونیوس هستم. چه میخواهی؟ هیچ، میدانم مهمان نخواندم. قبل از رفتن خواستم شما را ببینم. مرا ببخشید، شبانان را جز شیر تحفه‌ای نیست. بگیرید، تازه دوشیدم. با قبول این ناقابل بر من منت می‌گذارید عالی جناب. راستی مناجاتتان را شنیدم. شما باید از قدیسان باشید. درست میگویم؟ نه. چرا هستید؟ هر طور دوست داری فکر کن. چه خالصانه راز نیاز میکردید. راستی عالی جناب، من شنیدم که شما در مناجاتتان به ستوده اشاره میکردید. گفتید آرزوی دیدنش را دارید. این ستوده کیست؟ تو کتاب مقدس را خواندی؟ نه، اصلا خواندن نمیدانم. گوش کن تا از کتاب مقدس آیاتی را برایت بخوانم. در تثنیه آمده است: این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل داده است. گفت یهوه از سینا برآمد و از سایر بر ایشان طلوع کرد و از جبل فاران درخشان گردید. نوری که از فاران متجلی می شود همان مسیحاست که مولای من مسیح ما را به او مژده داده است و نام او ستوده است. فاران کجاست؟ فاران همون وادی است که ابراهیم هاجر و پسرش اسماعیل را در آنجا مسکن داد و احمد یعنی ستوده که از فرزندان اسماعیل است در همانجا ظهور خواهد کرد. یعنی می شود که لطف خدا شامل حالمان شود و او را ببینیم؟ البته ظهور او روزی محقق می شود بدون شک، اما کی خدا می داند. یعنی اگر ستوده بیاید همچون جدش ابراهیم بت‌ها را خواهد شکست؟ بیشک. شکستن بت‌ها چه کیفی دارد؟ همینطور است، اما بت‌های شکسته گاه قابل تعمیر است. باید بت‌هایی را شکست که ترمیم آنها ممکن نیست.
یعنی کی هستن؟ نمیدانم. او به نظرم آشنا. صبر کنید. اینها که هستند؟ آدونیای مبلغ و چند مسیحی دیگر. که اینطور. آدونیا کدامشان است؟ آن یکی. آن یکی؟ بیایید که خوراک خوبی جسته ایم. می توانید بزنیدش. سریعتر کن. بزنیدش. بزنی. دشمن خدا. دست نگه دارید. گفتم دست نگه دارید. او به هر حال خواهد مرد. پس سنگ زدن شما به او چه فایده ای دارد؟ ما هم همین را میگوییم. حال که او میمیرد پس چند سنگ اضافه چه فرقی میکند؟ او خیلی از همکیشان ما را گمراه کرده. میبینم که از رهنمودهای موسی به پیروانش در شما اثری نیست. بر ایشان است که دشمن ندارند جز نفس خیش. بر ایشان است که محکوم نسازند جز نفس خیش. بر ایشان است که در اثنای نماز به ترس ایستاده باشند گویا که به رستخیز آمده باشند. خب حالا فقط یک سکه؟ شما آنجا بیست انگار که این ما هم به اینجا خاطر پیروی از نیستیم. عیسی ناصری. دست کسا. یارا گمراه میکنی؟ آی بر شما گمراه. فقط یک سکه دادن. گرفتن یه سکه از این راه غنیمت است. بزنید. دست کسا. بزنید. سنگ های بزرگتر بزنید.